The Assembly will now hear an address by His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. محترم جناب رئیس، حاضرین گرامی، در آغاز سخن جناب فیلیمون یانگ را به مناسبت انتخاب شدنشان به حیث رئیس اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک میگویم. حاضرین گرامی، امروز جهان در شرایط خیلی حساس و مرکب قرار دارد. روندهای پرتضاد گیاه‌سیاسی، مسلح‌شوی با شتاب، شدت گرفتن جنگ سرد، نزاع‌های مسلحانه، پیامدهای تغییریابی اقلیم و دیگر خطر و تهدیدهای گلوبالی بی‌شبهه پیامدهای منفی درازمدت خواهند داشت. در این زمینه متحدسازی تلاش‌های مشترک جامعه بین‌المللی با مقصد حفظ امنیت و ثبات و تأمین رشد استوار بیش از هر وقت دیگر ضرور می باشد. مسلم است که امکانیت تأمین صلح پایدار و حیات آسایشته انسانیت و پیشرفت کشورها پیش از همه در اساس سازش و همدیگر فهمی و همکاری سازنده فراهم می گردد. ما را ضرور است که به مقصد دسترسی به این هدفها و خاتمه بخشیدن به همه جنگ و نزاع‌ها و عملی سازی هدفهای سازنده صلح‌جویانه متحد شوید. حالا فرصت فرا رسیده است که برای تقویت نقش کلیدی سازمان ملل متحد جهت حل نزاع‌ها و برقرار سازی صلح و ثبات در سیاره چاره‌های مؤثر اندیشیم. در رابطه با این پیشنهاد می‌نمایم که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. چنانکه بارها اصرار داشتم تاجیکستان همیشه جانبدار حل همه مناقشه و نزاع‌ها تنها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی می باشد. همزمان با این می خواهم تاکید نمایم که جمهوری تاجیکستان پشتیبانی دائمی خود را از تطبیق روزنامه 2030 جهت نائل شدن به هدفهای رشد استوار ادامه می دهد. قابل ذکر است که محتوای اساسی روزنامه مذکور در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نیز انعکاس یافته است و جهت تطبیق هدفهای آن تلاش‌های پیوسته به خرج داده می شوند. در برابر این یکچند مشکلات موجودند که برای مبلغ‌زاری سری وقتی جهت رشد استوار مانع ایجاد می کنند. ناآرامی‌های امنیتی، بحران‌های اقتصادی و مالیوی، گرمشوی بی سابقه بر اثر تغییریابی اقلیم و تلفات گوناگونی بیولوژی، اینچنین پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی از جمله چنین مشکلات می باشد. در اعلامیه سیاسی که چند پیش از جانب مجمع عمومی قبول گردید، کشورهای عضو اعتراف کردند که رسیدن به هدفهای رشد استوار در خطر است. طبق حسابات دبیر کل سازمان ملل، جامعه جهانی تا سال 2030 فقط به 17% هدفهای رشد استوار نائل شده می تواند. ما شاهد هستیم که در بسیار کشورهای رو به ترقی نتیجه های چارچوب هدفهای رشد استوار حاصل گردیده از دست می روند. وابسته به این ما را ضرور است که تلاش‌های خود را به خاطر تطبیق سری وقتی روزنامه 2030 فعالتر کرده به مسئله مبلغ‌زاری رشد استوار اهمیت مخصوص دهیم.
ما همچنین کنفرانس چهارمی بین المللی آید به مبلغ‌زایی روش را که برگزاری آن طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه ایول سال 2025 در اسپانیا در نظر است، برای دریافت راه‌های رفع مانع‌ها در سمت مبلغ‌زایی رشد مهم می‌دانیم. ضرور است که فعالیت نظام بین المللی مالیوی و اقتصادی با احتیاجات کشورهای رو به ترقی جوابگو باشد تا تواند با واکنش سریوقتی کشورهای عضو با تهدید و خطرهای معاصر مساعدت نماید. در این راستا ما ادامه مبلغ‌زایی انستیتوت‌های بین المللی مالیوی بخصوص توسط اساسیاسیون بین المللی رشد را با کشورهای نیازمند و مقصد تطبیق هدف و برنامه‌های پیش بینی شده مهم می‌شماریم. تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی برای نائل شدن به هدف‌های رشد استوار زمینه مناسب به شمار می‌روند. تاجیکستان توسط قبول استراتژی و دیگر سنت‌های کانسپتوالی جهت مرحله به مرحله گذاشتن به نظام رقمی کنانی تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. وابسته به این پیشنهاد دارم که مجمع عمومی در اجلاس نوبتی آید به نقش ذهن صنعی در فراهمسازی امکانیت‌های نو برای رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و صورت بخشی جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار در آسیای مرکزی قطعنامه مخصوص قبول نماید. تاجیکستان در چارچوب اجلاس کنونی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار گردیدن سمیت آینده را مهم ارزیابی می‌کند. سند بین دولتی پیمان به خاطر آینده که در جریان سمیت قبول گردید در جاده تامین صلح و امنیت و رشد استوار نقش کلیدی دارد و ما از آمادگی جامعه جهانی برای تطبیق آن استقبال می‌نماییم. این پیمان در شرایط قبول گردید که میلیون‌ها نفر مردم آسایشته در منطقه‌های گوناگون جهان با خطر و خطرهای امنیتی دچار گردیدند. ما بر این نظریم که جامعه جهانی در روبروی تهدیدهای تروریسم و افراطگرایی، تندگرایی، کیبرجنایت‌ها، گردش غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر، اینچنین دیگر ظهورات جنایتکاری فرامرزی باید عملهای مشترک و مؤثر را انجام دهد. در برابر این سالهای آخر افزایش افکار اسلام ستیزی، اینچنین پدیده استفاده از سیاست دخوره در مناسبت‌های بین المللی باعث نگرانی گردیده است. کشور ما در همکاری با سازمان ملل و نهادهای دخلدار آن، اینچنین دیگر شریکان جهت مقاومت به خطر و خطرهای امنیتی پیوسته اقدام‌های مشترک را راه اندازی می‌کند. با این مقصد تاجیکستان و دولت کویت در همکاری با دفتر ضد تروریستی سازمان ملل ماه نوامبر سال جاری در شهر الکویت کنفرانس نوبتی را در دایره روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم برگزار می‌نمایند. باور دارم که این چاره‌بینی مسائل پایداری امنیت و ثبات فراگیر را در محور خود قرار داده و ادامه مکالمه وسیع و با اعتماد، اینچنین تبادل تجربه و افکار سازنده در این جاده مساعدت خواهد کرد. حاضرین گرامی، در رابطه با مسائل امنیتی می‌خواهم تاکید نمایم که بحران فلسطین همانا باعث نگرانی عمیق کشور ما میباشد. وضع فاجعه بار امروزه در آن منطقه بار دیگر ثابت می‌سازد که قضیه فلسطین راه حل نظامی ندارد.
تاجیکستان بر آن نظر است که حل نهایی و واقعی این قضیه تنها توسط اجرای قرارهای سازمان ملل متحد آید به تأسیس دولت مستقل فلسطین در اساس مرزهای سال 1967 امکان پذیر می باشد. امید داریم که جانب‌های درگیر برای آتش بس و راه اندازی مذاکرات صلح اقدام کرده جامعه جهانی جهت احیای ثبات پایدار در فلسطین تدبیرهای مؤثر خواهند اندیشید. همچنین ما جانبدار استقرار صلح و ثبات پایدار و رشد اقتصادی و اجتماعی در افغانستان همسایه هستیم. با این مقصد تاجیکستان همیشه آماده مساعدت در مسیر احیا و رشد ساحه‌های گوناگون حیات آسایشته در افغانستان می باشد. در برابر این از جامعه بین المللی باز هم دعوت می نمایم که با مقصد پیشگیری از بحران بشری کمک‌های خویش را به مردم اذیت کشیده افغانستان از جمله به منطقه‌هایی که در پی آفت‌های طبیعی ضرر دیدند دریغ ندارند. حاضرین گرامی، از برگزاری کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 زیاده از یک سال سپری گردید. در اساس معلومات نهادهای مربوطه سازمان ملل پیشرفت در ساحه آب و بهداشت با وجود بهبودی‌های علاوه هنوز قانع کننده نیست. بنابراین تاجیکستان همچون کشور تشبثکار جهت تطبیق عهده‌داری‌هایی که از نتیجه کنفرانس آب سال 2023 در روزنامه عمل آب برمی آید با همه طرف‌های منفعت‌دار همکاری فعال دارد. اجرای موفقانه این و دیگر عهده‌داری‌ها و هدف و وظیفه‌های مربوط به آب از شریکی مؤثر بسیار جانبه که روش‌های همگرایی و سلسله‌ای را تأمین می‌کنند وابسته خواهد بود. در رابطه با این استفاده پلتفرم روند آب دوشنبه را برای پیگیری نتیجه‌های کنفرانس آب سازمان ملل مهم می‌دانیم. باور داریم که روند آب دوشنبه و صفت میدان مکالمه وسیع جانب‌های منفعت دار برای آمادگی همه جانبه بر برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2028 در دوشنبه نقشی مهم خواهد بازی. حاضرین گرامی، در پس منظر پیامدهای تغییر آب اقلیم جامعه جهانی را ضرور است که در جریان استفاده ذخیره‌های طبیعی و فعالیت بی‌میلان ساحه‌های مختلف حیات انسان از ابتکارهای دستجمعانه کار بگیرد. سالهای آخر آفت‌های طبیعی در برابر خشکسالی‌های پی در پی به ساحه‌های کشاورزی، محیط زیست و در مجموع به اقتصادیات کشورهای رو به ترقی خسارات زیاد وارد می‌نمایند. تاجیکستان نیز که 93% قلمروش کوسار میباشد بنابر منتظم رو دادن آفت‌های طبیعی از تغییر آب اقلیم آسیب پذیر است. آفت‌های طبیعی همه ساله به اقتصادیات تاجیکستان به مبلغ $100 میلیون امریکایی ضرر رسانیده. متاسفانه در بسیار موردها باعث تلفات زیادی جانی نیز می‌گردند. تغییر آب اقلیم باعث آبشوی با صورت پریخ‌ها و کاهش حجم آب دریاها در مناطق گوناگون جهان از جمله در آسیای مرکزی گردیده ایستاده است. این روند به بخش‌های واقعی اقتصاد ملی از قبیل انرژتیک، صنعت و کشاورزی تأثیر منفی می‌رساند. تا امروز از 14,000 پریخ تاجیکستان که سرچشمه اساسی آب آشامیدنی در منطقه می باشد زیاده از 1,000 پر آب شده سرعت آبشوی آنها رو به افزایش است.
آن در حالی است که بارشات و پیرک‌های تاجیکستان تا 60% منبع تشکل یابی ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. ضمناً با تشبث تاجیکستان از جانب سازمان ملل اعلان گردیدن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها برای رشد همکاری طرف‌های منفعت‌دار زمینه مناسب را فراهم می‌آورد. طبق قرار مذکور مجمع عمومی همچنین 21 مارس همه ساله همچون روز جهانی پیریخ‌ها مقرر گردیده تحت سرپرستی دبیر کل سازمان ملل متحد فاند مقصدناک آید به حفظ پیریخ‌ها تأسیس یافته است. در این زمینه سال آینده در شهر دوشنبه کنفرانس اولین سطح بلند آید به مسئله پیریخ‌ها برگزار می‌گردد. با استفاده از فرصت از کشورها و سازمان‌های شریک دعوت می‌نمایم تا در کار این کنفرانس به طور فعال شرکت ورزند و سهم بگیرند. ما بر آن نظریم که این همایش مهم بین المللی که در همکاری با یونسکو و سازمان جهانی مترولوژی دایر می‌گردد جهت ارزیابی مشکلات گلوبالی پیریخ‌ها و دریافت راه‌های مشخص حل آنها نقش مؤثر خواهد بازید. همزمان با این ما از همه شریکان دعوت به عمل می‌آوریم که سهم مالیوی خود را در فاند بین المللی مقصدناک آید به حفظ پیریخ‌ها فعالانه گذرانند. قابل ذکر است که تاجیکستان در ادامه پیشبرد روزنامه حفظ پیریخ‌ها یکجا با فرانسه تشبث نوبتی را آید به اعلان سالهای 2025 2034 همچون 10 ساله عمل برای علم‌های یکشناسی پیشنهاد کرد. کشور ما بر اساس عهده‌داری‌های بین المللی خود از جمله بر پایه مقررات سازشنامه پاریس استراتژی ملی را آید به مطابق شوی به تغییریابی اقلیم تا سال 2030 قبول نموده است. مسلم است که یکی از راه‌های حل موفقانه مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم رشد اقتصاد سبز می باشد که در نوبت خود ضرورت رشد انرژی سبز را به میان می آورد. با در نظر داشت این واقعیت کشور ما استراتژی رشد اقتصاد سبز را برای سالهای 2023 2037 قبول و مورد تطبیق قرار داده است. حالا ما 98% نیروی بر را از حساب ذخیره‌های هیدروانرژتیک کشور استحصال میکنیم و از روی حصه تولید انرژی سبز از منبع‌های تجدید شونده در جهان جای ششم را اشغال می‌نماییم. هدف از تطبیق نقشه‌های ما در این سمت تا سال 2037 به کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان میباشد. امروز برای جامعه جهانی دریافت راه‌های حل مسائل روزمره مطابق شوی و تغییریابی اقلیم و پس کردن شدت تأثیر منفی آن یکی از وظیفه‌های اولین درجه به حساب می‌رود. امید داریم که دولت‌های پیشرفته، سازمان ملل متحد و ساختارهای تخصصی آن، نهادهای با نفوذ بین المللی مالیوی و دیگر ساختارهای بسیار جانبه بین المللی و منطقوی به این مسائل مبرم من بعد نیز توجه جدی ظاهر خواهند کرد. ما باور داریم که جامعه جهانی می تواند توسط گسترش دادن مکالمه با اعتماد، همدیگر فهمی و همکاری سازنده به تطبیق اصول و هدفهای عمومی خود نائل گردد. از توجهتان سپاسگزارم. Agradezco.
On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Tajikistan.